الحمد لله منزل القرآن والحكمة ومفيض الجود والرحمة. لك الحمد ربنا حمدا يمحو ضمائر القلوب ويكشف أقنعة القلوب. قولي من العشاء قولي من اصبر يا اخو. والله تنخرق والله شوي يا رجال. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. गिर गया किसी की. سبحان الله. تبريك تبريك تبريك. ما شاء الله ما شاء الله. بهترين بهترين. شو كذا كان جلز. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. خیلی مشکل بود، در حقیقت خیلی مشکل است، لیکن نیت کردیم انشالله حرکت کنیم همه میشه. اینا برادر مساق سلامت برمان. الحمدلله یوزان کردیم اسلام ها که رویت توافق یا میکنیم و بعد نبریم. آمنا في أوطاننا وذرينا. اللهم آمنا في أوطاننا وذرينا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من خيري الدنيا والآخرة فبلغنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وردهم إلى دينك إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم انصر جنودنا المرابطين
Ya baradaro. Tamam şu bari namaz cuma. Odamın bu kalaşna bunun onca maçakna. Hocam ki tavfan mesela ki diğer cümleden arasın. Neyse bilgisayar. Bilgisayar oraya koyuyor benim. Şurada tıklar çok bilgisayar hazır kısmı. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nerede? Olayım lan şapı, olayım lan. Nasıl buraya da? أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. Gergiye gidiyor. Subhanallah. Tebrik. Maşallah. Maşallah. Dehtarin. Çok ederken. Gel de. Hani. Maşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Allahu Ekber.
خیلی مشکل بود، در حقیقت خیلی مشکل است، لیکن نیت کردیم انشاءالله حرکت کنیم همه میشن. اینا برادر مساق سلامت برومان. الحمدلله یوزان کردیم اسلام ها که رویت خواهد یا مکنه و بعد نبریم أو تهوي به الريح في مكان سخيف وعظم أمر الشرك وجعله ظلما عظيما لأنه تسوية بين الخالق والمخلوق بين من له الأمر كله ومن ليس له من الأمر شيء فكيف يذل المخلوق لمخلوق مثله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فاطلع أيها المسلم إلى الذي رفعك عن العبادة العديد وأعتقك من العق للنظير والنهيب وعصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها واقصر حبك عليه وحده وتوكل عليه وحده وآثر رضاه يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ثم أتبع ذلك بذكر وصاياه العشر ابنه وهي وصايا غالية عالية بليغة محكمة جامعة لخصال الخير محيطة بما حكاه سبحانه عن عبده لقمان العبد الصالح الذي فجر الحمد لله منزل القرآن والحكمة ومفيض الجود والرحمة لك الحمد ربنا حمدا يمحو غواشي الظلم ويكشف مطمعة الظلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أكمل الله لنا بشرعه الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا به خير أمة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أولي العزم والهمة وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب النور أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واغتنموا الأعمار قبل زوالها ولا تلهينكم الحياة الدنيا بظروفها واختبارها فكم مرت ثم راحت وألقت ما فيها وتكلت وإن للموت لخطفات وإن في الآخرة لعطفات فكونوا من حسناتكم على وجل ومن سيئاتكم على خجل وسيروا إلى ربكم على عجل قبل نزول الأجل أيها المسلمون Охлаждение, охлаждающее. Кондиционер. кондиционер بعد منبر امام است در اینجا انشاءالله از امام بگیرد خطبه نماز جمعه Marduma kitap taksim kesem bu. کتاب رو جمع کردن دیدم که اون کسی گفتم جمع کردن انشاءالله پخش نماز جمعه مکان مکرمه است از کعبة الله مباشرتا مستقیم در کانال القرآن الکریم مستقیما پخش می شود فضیلت و بزرگی که الله متعال این سرزمین رو داده است خداوند شرف و اکرام و بزرگی خانه را زیاده بگرداند الله متعال صاحب این خانه که ما لازم است که الله عبادت بکنیم و تنظیمش شادان کنیم که است خدایی که اونو اهمیت در این سرزمین داده است و این سرزمین را
از اون زمانهای قدیم اقتصادی بلند بوده است که الله سبحانه و تعالی در کلام بیانش در قریش سوره قریش قول الله سبحانه و تعالی لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف يعني در الفت دادن الله تعالی این قوم را السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا تمام فهمیدم الحمد لله امام اینا اومدن به جمعه ما در رو برای حضور در رکن کعبه در جای اساسی که مقدسه کنن بنا و بسودیش به همین سنگ است در همون قرار گرفتگیم الحمدلله در نزدیکی بعد مدر است با کعبه و بعد از آن منبر امام اومدن گذاشتگان با بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز چخیلی که گفتیم سنگ و نزدیکی در است سنگ است ماشاءالله ما در نزدیکی شدیم سیمتریت دست به دست سیم ریادش بگیم میگیرم یا در روی مکنه میگیرم اونجا اصول نبود به هر حلقه بود کتفو دستو خیلی پورا نشون تو نمیتونم بخشش پورا نشون تو نمیتونم به هر آدم بسیار بود خیلی قیم بود اما وقتی که نیت میکنی ای خونه میبروی ای خونه وقتی که نیت کرده برامده انشاءالله که به نیتت میرسی دو روز شما انشاءالله امروز روز جمعه است به حد آدم بسیار است به حد تو رو که میبینی تو رو پری آدم های انا تاوپا نه که ما در صفحه سیم این اصول است ای ساعت 7-8 ساعت 9 ساعت بیاد بعد چرت میرسن نگرده تاوپ میکنیم الحمدلله نزدیک شکنه حجر الاسود انا من نزدیک هدف نگار انا همین است که دیگه قدر منزلت که همین دیوارهایی که بنا نهاد کرده است از زمان ابراهیم علیه السلام هم مکمل به خاطر انا همین سنگ است که جوهر از جواهرهای جنت است حجر الاسود از زمان تو آدم علیه السلام تا امروز بگم از وقتی که در روی زمین آدم است سنگ مقدس است و آدم بوسش میکنند بوسه کردن یا اینکه از نزدیک به همین سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است
که اگر کسی دیگر عذر ندهد والله که وقت زمانش دیگه که نمیتونه بگو که ما 100 فوید عذر نمیتیم. به هر حال کسانی که استطاعت توانایی اگر سبب عذر دیگر کسی نشوند قصدن بیایند بوسه کنند. در بوسه کردن انسان پیروی محمد صلی الله علیه و سلم است و الله تعالی در قرآن میگه که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما ادعای آن را دارید که پروردگارتان را دوست می‌دارید پس پیامبر صلی الله علیه و سلم را پیروی کنید. در پیروی کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم دوستداری الله است. هر که پیامبر رو پیروی کرد مثل آن است که الله رو دوست داشت و الله او رو دوست داشته است. امروز نشما خب بود سیستمی باشه ما الحمدلله کوشش کردیم که در درباره همین چه بود مشکل بود رفتن و پیشمچه کردن یا که مشکل نبود؟ در حالتی که آدمو بسیار مشکله در این حالت خداوند ساعت لحظه شاورد یک آسانی برای ما را میسر گرداند که ما به حضور همون سنگ رفته بوسه کرده به حضور من نماز ادا میکنه. خداوند قبولش کنه. اما دونه خداوند به این مراد مقصد برسونه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. حضرت میگفتین که از دوری با اشاره ماچه کردن نشان جنه خب بله وقتی که نتواند آدم نتوان باشد که وقتی که میدونه که سبب عذر نفرا میشه در اینجا خب بگیم هیچ امکانی ندارد که بگیم سبب عذر یک نفر نشه. شاید مثل که ما میگیم یعنی اگر همون عذرت قصدن نباشد یا اینکه چه بگیم میشود که قصدن هم نیست امکان زیادی تصادفاً مورد عذر گرفتن دیگران که باشه همین اینا فقط با دوری اشاره میکنه که اینم سنت رسول صلی الله علیه و سلم است. دوری اشاره میکنه که من بوسیدم. بله با دوری اشاره میکنه در سیروس اسلامی بادرم میگه که بسم الله الله اکبر. بعد دعا است که دعاش هم میتونی بخونی اللهم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعهدک و اتباعا لسنت نبیک صلی الله علیه و سلم. یعنی من پروردگارا وفا کننده به عهدی که با تو کردم و تصدیق کننده کتاب تو را و پیروی کننده سنت رسول تو را صلی الله علیه و سلم. بسم الله الله اکبر میگه از دوری اشاره میکنه بس میسان که اینم حکمی انا همون بوسه کردن داره در حالتی که سبب عذر دیگر رو بشه. ماشاءالله. نه برداران عزیز کدومی که نمیدونید درباره همین سنگ کمی هم باشه معلومات برای شما به خاطر اینکه ما شما رو دوست می‌داریم و خداوند شما رو دوست می‌دارد که ما همین نوارها رو توانستیم پیشکش شما نماییم. پلیس نه برادران عزیز من اینجا را می‌بینید همین سنگ سیاه نماد پلیس سیاه می‌بینید آن همین جای برادران عزیز ما در مکه توبایم بسم الله الرحمن الرحیم در شهر مکه آن همین سنگ که دیده ایستاده از پلیس صدا سراغ شده در اینجا سنگ 7 کروب وقتی که تو خوردن می‌گیریم بعدم اینجا را می‌ریم یک مچک می‌کنیم از مقیم همینجا سلام علیکم برادران عزیز. این نوار که شما میبینید در اینجا این نوار در خودی مدینه نوار برداری کرده شده است که مسافر 137 ساله از تاجیکستان در مدینه در این مسجد نشسته دعا داده است. ما ببینید مردم تاجیک دعا داده است و این نوار سیلکش در اپیشن میشه در مدت تماشا کنید. بعدا با شما گفتنی هم که دوستان عزیز همین مسافری که در یک جا نشسته است شما فکر میکنید که مسافر خیلی ولکه مونده شده است خیلی مقصد 3 سالش رفت است و راه گشته نمیتوند انا مایوب است مظلوم است فکر میکنید. انا برادران عزیز حاضر من نوار را پیشکش شما میکنم که مسافر دوام دویده انا با نماز رفته است نمازی بام داده است. ان شاء الله این نوار را تماشا کنید
و من با شما گفتنیم برادران عزیز که ببینید چقدر بقوت است. حتی برادر میگه که این مسافت اسماده بقوت میگه. خیلی نوار را تا آخر تماشا کنید. خودم با فکر عقیدتون رو در پایان البته نرسید و نوارها رو با برادران، رفیقان، دوستان خود عزیزتون فرستونید. خداحافظ. برات یکی از کسی حسابات مردم ترکستان از مقیم همیشه تیز کنم و تیز کنم شیخ احمد دندوران این تقریبا با فکر کنم که 120 تا 25 ساله دیگه خطا نکنیم تقریبا 80 ساله است. سوتایی همین شیخ متقی برای اینجا حال خیلی چی شده خیلی ضعیف شده برای من نمیتونه گره در 5 خانم در اشتراک میکرد پیاده میرفت میومد. شیخ متقی تقوادار بود. فهمیدم که به دست بسیاری والا همین مردم ترکستان باید با خاطر همین حاجیای ترکستان نگیرد که آب سیما برا بگم پرسیدهشون انشالله برای نبیایم بسیاری والا همین مردم ترکستان باید با خاطر همین حاجیای ترکستان نگیرد که آب سیما برا بگم پرسیدهشون انشالله برای نبیایم همینه گفتی؟ نمیگیرم یک کامیرا هست میترسم مانا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اینا برادران شخصی هستن که سین سالش خیلی کمون است. بسم الله الرحمن الرحیم. جوازات اینا برادران ما کسی اینا نایسته Yonka durun ne bileyim kamera. Yani var şu an. Ya Jonik non gösterse Jonik çanta non girişi. Klub rafsan da fakat ne giriyor? میزنی بعد اکسای پاساژیرو میگیری خود اکسای خودم کمایدی پاساژیر زداچ مرا تخه روش اینه آنوروش نه وطن نه سیو اینه آنورا سیوی خوب داشت اما اینا مو همروی جونیک تاکسی در شهر دوشنبه کسی کلوب میره و سه مسکو میره ما با این نمره زنگ زنه